روز جوان با 2 عصا بغل در مسجد آمدند و گفتند داملای عزیز من چیکار کنم که رازگی این مادرم به دست بیارم؟ گفتم برادر آیا مادر در خانه است؟ گریه کنان گفت نه، مادرم از دنیا گذشت. گفتم چی مشکلاتی داری؟ چی عذابی برای این مادرت آوردی؟ چی رنجوری از مادر برای تو رسید که مادر را خوار داشتی؟ گفت داملای محترم من در سن 50 سالگی مادرم به دنیا آمدم. پدر و مادری من در ابتدا فرزند نداشتند. از خانه کودکان یک دخترچه ای را به وایه رسانیدند. من در 50 سالگی مادرم به دنیا آمدم که الکی پدرم دامانی 70 بود. وقتی به سن 18 و 20 سالگی رسیدم مادری من 70 ساله شد و در زمان 15 سالگی هم پدرم ما را تنها گذاشت، از دنیا درگذشت. گفت مادری بیچاره هم در کوچه های شهر کوچه روبی میکردند. شب تا به روز کوچه ها میرفتند، برای من لباس و غذا آماده میکردند. اما صد افسوس که من قدر مادرم را ندانستم. مادرم در سن 18 سالگی من را عائله برپا کردند و آن خواهری که در خانه ما تربیت یافته بود از من بزرگ بود، او را در شهر حصار به شوهر دادند. بعد 6 ماه زندگی همسرم من را گفت من از مادرت میترسم. چی میشود که این مادرت یگان جای ببری که ما آسوده زندگی کنیم؟ گفت این سخنی همسرم دل من ریش کرد، من ناراحت میکرد. مولانا میگویند تیهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. گفت من با دوستم مصلحت نمودم که بیا مادرم رو خانه یمون اپامان میبریم. در آنجا که هوا سرد بود، فصل تیر ماه بود، اپام خانه زیادی نداشت و جز خانه جای خوابش دیگر جای دیگر نداشت. با مادرم مصلحت کردم که بچه جان بیا خانه اپام میرویم. گفت بچه جانم من در همین کلبه خودم بمان، من میروم خانه اپایت شرایط ندارد. من از درگاه الهی 50 سال پیش خدا گریه کردم که پروردگار برای من نوری چشم عطا کن، چرا من ترک میکنی بچم؟ گفتم بچه جان باید تو خانه اپام بروی. مادر بیچاره را ناچار لباسهایش را در یک ماشین گرفتیم که لباسهای کهنه و فرسوده داشت جای خوابش را و بردیم به خانه اپام. وقتی اپام دید مادری خسته را از ماشین میفرارم، گفت مادر در این هوای سرد کجا آوردی؟ گفتم باید چند وقت در خانه تو باشه. گفت ما شرایط نداریم، شوهر من ناراحت میشه از دیدن این. تو که فرزندش هستی، مادرم تمام زندگیش برای تو بخشید، تو مردی خاندان هستی، در این هوای سرد کجا آوردی مادرم؟ گفتم دیگر علاج نیست، باید یک چند وقت اینجا باشه. گفت یک هیزم خانه داشت، او را پاک کردیم، رفتیم تازه کردیم، کورپه های مادری بیچاره را در داخل هیزم خانه جا کردیم. مادرم با چشمان گریان از پشت من میگفت بچه جان من را در این سردی نگذار، من به خانه هم ببر. گفت ما همراه رفیقم در ماشین او سوار شدیم. در نیمه راه آمدم، رفیقم را گفتم بیا من ماشین تو را میرانم. وقتی سر روی ماشین او ایستادیم، چند راه آمدیم. بعد 14 روز چشمام باز کردم که در بیمارخانه قریه بالا هستم، دست پام شکسته‌اند. و یاد آمدم 14 روز در کام بودم، نمیدانستم کجایم، نمیدانستم که به صدمه دچار شدم، دست پای من شکسته‌اند. گفت وقتی به یاد آمدم از جام برخواستم، از آن طبیب بیمارخانه اظهار منتداری کردم. گفتم رحمت برادری عزیز که ما به صدمه دچار شدیم، در حالت بیهوشی بیمارخانه ما را آوردن و شما برای ما یاری دادید. طبیب گفت برادر وظیفه ما طبیبان همین است که یاری اولین طبی را برای بیماران برسانیم. تا از ما منتداری نکن، از مادرت منتداری کن.
گفتم چه خیلی از مادرم؟ گفت 14 روز شد که مادرت بالای همین سیمنتی همین بیمارخانه، بالای همین پالی سرد بیمارخانه خواب بود بالای سریت و پیش خدا گریه میکرد که پروردگارا جگربندی من را به زنده بگردان، صحت بگردان. گفت یکی به یادم رسید. گفتم کجاست مادرم؟ گفت وقتی تو چشمات باز کردی مادرت رفت جانب خانه دخترش دره الماسی. گفت من درک کردم که دعای مادرم، آزار قلب مادرم من به چنین روز آورد. گفتم میرم از مادرم بخشش میپرسم. از بیمارخانه برآمدم، همراه رفیقم جانب خانه مادر پیش گرفتیم. آمدم در خانه اپم، دیدم که مردم زیادی در پیش خانه قرار دارند و یزنه‌ام را دیدم که میانش بستگی است. وقتی از ماشین فرا آمدم با عصا بغل و نزد یزنه‌ام آمدم، گفتم چه حادثه است در خانه اینقدر مرد زیاد؟ گفت آیا نمیفهمی؟ گفتم نه. گفت مادرت از دنیا گذشت. بشکند دستی که بالا بر سر مادر شود، بشکند دستی که بالا بر سر مادر شود، اشک گریان می شود، چشمان مادر تر شود. خداوند دستی را میشکنه که او جوان مرد بالای سر مادرش دست می برداره. وقتی اشک مادر به زمین می چکد، ای جوان مرد بدان که عرش خدا به لرزه می آید. هر کی در آزار جان مادری بیچاره است، کور گردد راه خود پیدا نسازد کر شود. کسی که اگر قلبی پدر و مادرش برسانه، خدا در همین زندگی کور خستش میگردانه. پس جوانی عزیز هیچگاه دلی پدر و مادر نرنجانه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.